خدای تبارک و تعالی محکوم به قوانین طبیعی نیست، بلکه خودش این قوانین طبیعی را تقریر کرده، تقدیر کرده، قضا کرده. این مسئله است که اگر انسان درکش بکند، بسیاری از شبهات و اشکالات در ذهن او برطرف میشه. این قوانینی که الان در جهان مادی حاکم هست، قانون جاذبیت مثلا، قانون این که آتش گرمایش دارد، یخ سرمایش دارد، بقیه قوانینی که هست که بسیاری از این قوانین را بشر کشف کرده، زندگی خودش را بر طبق این قوانین تطبیق که می کند مرفه میشه، راحت میشه، استفاده میکنه از امکاناتی که در این زمین هست. این قوانین اگر یک کسی مادی باشد، ملحد باشد، خداپرست نباشد و بگوید این قوانین ذاتی ماده هست، خب وقتی ذاتی ماده باشد قابل تغییر نیست دیگه. اما کسی که معتقد به وجود خداست و اینکه خدای تبارک و تعالی آفریننده هست، اون خدا هست که این تقدیرات را قرار داده، این قوانین را تقدیر کرده، خب برای او حل هست که این قوانین را که خدا قرار داده محکوم به این قانون نیست، خودش این قانون را قرار داده. وقتی خودش این قانون را قرار داده، قدرت تغییر این قانون را داره. یعنی گرما ذاتی آتش نیست که بگیم قابل انفکاک نیست، ذاتی از ذات، که بعضی از فلاسفه همچی چیزی میگن. نه، گرما که از آتش تولید میشه، این به خاطر این است که خدا این قدرت را در آتش قرار داده که گرما تولید بکنه. حالا خدای تبارک و تعالی این قانون را تغییر بده، مانند آتش حضرت ابراهیم، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراهیم. نه اینکه این دیگه آتش نبود که بعضیا خیال کردن و گفتن خب این آتش نیست دیگه لذا گرما نمیده، صورت آتش هست. نه خیر، قلنا یا نار کونی بردا و سلاما، خودت باش همین آتش، با اینکه آتش بود سرما تولید میکرد، بردن و سلاما. نه اون سرمایی که آزار دهنده باشد، یه سرمایی که مطبوع باشه. مثلا خدای تبارک و تعالی محکوم به قانون ماده نیست. بله، قانون مادی میگوید که یک جسم موجود زنده اگر جان از او خارج شود، بی جان بشه، این جسم شروع می کند به تجزئه، فرسایش. لذا شما اگر یک جانوری، یک انسانی، یک درختی بمیره، بعد از مدت شروع میکنه به تجزیه پیدا کردن. کم کم به مرور زمان، حالا دیر یا زود، خاک میشه. خب دوباره اون خاک بیاد جمع بشه به صورت بدن کامل و دوباره زنده بشه. این از نظر قانون ماده امکان پذیر نیست. لذالک مشرکین مکه منکر بودن بر پیغمبر زنده کردن مرده ها رو، یا اینکه بعضیا منکر معاد جسمانی هستن، میگن فقط معاد در روح هست. قرآن کریم صریحاً هر دو مسئله را رد میکنه و میگه اون خدایی که قدرت داشت و قدرت دارد خاک را تبدیل بکنه به یک موجود زنده، قادر هست که دوباره اون موجود زنده را تبدیل به خاک بکنه. بار سوم قادر هست که همون خاک را برگردونه به همون موجود زنده.
خب اگر ما این را ملتفت شدیم که خدای تبارک و تعالی محکوم به قوانین طبیعی نیست بلکه حاکم بر قوانین طبیعی هست، خیلی از مسائل برای ما حل میشه، معجزات پیامبران برای ما حل میشه.